بچه چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل علیرضا ایکس پی. من علیرضا هستم و امروز قرار با هم دیگه بریم به معروف‌ترین بازی روبلاکس یعنی استیل برین رات رو بازی کنیم. بچه بازیشو که دیگه فکر کنم 99% مردم میدونن که خیلی ترنده تو این روزا. لایک و سابیاتون زنگوله روی آل بذارید که الان اینجا میاد روی آل بذارید که از ویدیو جدید باخبر شید. میبینمتون. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بزن بری بابا، برو دیگه. داشتم میگفتم بچه ها آره دیگه همینطور دیگه میدونید بقیه‌شو دیگه خودتون دیگه بازی رو دیگه همه میشناسن. خب بریم تو کارش. من برم اول چند تا ابیلیتی که گرفتم. اولش این ترپ هست که میذارم هرکی اومد دزدی کنه از خونم نتونه. خب اینا همه چیزای بده. من بالاخره پول دارم 700,000 کی. این رید خوبه نکنید خریدمش. الان میاد تو بیسم. خیلی خوب بیا سری شاپ. این ابیلیتی خوبه 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 خوبه. و دایموند اسلپ گرفتم. حاجی چقدر چیز میذاشتم نمیدونستم. بودو ببینید بچه الان ما این ابیلیتی سریعتر میدویم و سریعتر میپریم. خیلی خوب. ای وای اون راینوی واسه من نه میتیک بود. وای بابا میتیک رو برد. کجاست تویی؟ نگاه شوتش کردم. برو گم شد. ای رفت اشکال نداره. خب بچه الان میخوام یه دزدی کوچولویی بکنم. سنم چی داره؟ یا ابوالفضل این چیه دیگه؟ برو گم شو اون برو گم شو. حاجی فلزم کرد باورم نمیشه. وای بودو الان این از خونم دزدی میکنه. بودو. خب رسیدیم. 10 ثانیه اینجا صبر میکنیم تا چیز شه خاموشه. خیلی خوب بچه اینو قفل کردم و دنبال میمای خفنم. این چیه؟ این اپیک خوبه. لژندری بودو. یس خیلی خوب. چی شد؟ نه نکن. فقط کسی نزدیکش بشه. برو. یس خدا رو شکر ندم شد. با اینم اسپایدرمن میشیم دیگه. آره خب کجا میخوام برم؟ لژندری. پول ندارم. وای بودو. Pipi potato. بالرینا کاپوچینو. برو فقط سریعتر برو. بچه میخوام دزدی بکنم. حالا دزدی کوچیکی بکنیم و یه کاری بکنیم. خیلی خوب. خب سریع پولامو بگیرم اینا. بالرینا کاپوچینو داره میاد. آره یادی کلکسیون خفن. 3 ثانیه دیگه الان میادمش. برم پلیس. خب برو. بچه‌ها میفیک داره. چقدر میفیک داره. من بعدش بدوزم. به خدا بدوزم. 10 ثانیه دیگه. نه 10 ثانیه دیگه رفت. آجا سر رفت یا دیگه اومد. عجبا. الو اشکال نداره. 1,000,000 دلار دارم. خب بودو. بابا میخوام یه دزدی بکنم. این دایمنده اصلا خبر داره. تو چی میگی؟ برو اون برو داداش. تو کی هستن؟ خیلی خوب بچه ها این بهترین لژندری این بازیه که من گرفتمش. نه برو اون بر. نه الان میدوزه. بستم. داداش برو گم شو بیرون. میخواید آخه لیف داد بدبخت. خب دیدین بچه نذاشتم بدوزه الان ولی خودم میرم میدوزم. اون یه چیز زد. میستری باکس زد. چی گرفت؟ میتیک. حاجی من اینو 100 ثانیه داداش خیلی این قویه. چی داره؟ طبقه بالا چیزی داره؟ نه داداش این هیچی نداره. چرا؟ اشکال نداره بریم. حاجی من یه پولدار شدیدم. اینجا رو ببین 120 که 129 که 290 که 1,000,000
200 که 14 که 11 که یک اصلا پولدار. به به ببینید روند نمیشه. 4,999,000. یکی دیگه بگیرم بشه 5,000,000 داداش ولمون کن تو رو خدا. بودو یه چیز خفن حساب کنم کی میاد چیزی میزای خفن. یه دقیقه دیگه لژندری میاد، 6 دقیقه دیگه هم میتیک میاد. میتیک رو حتما باید بگیرم. وای بچه یکی داره میدوزه برو گم شو. نوکه بچه زدمش نذاشتم بدوزه. فهمیدیم بازی چطوریه؟ ببند رو میخواستی مفخوری کنی نامری میشی واسه من. میزنم داداش. پیدا نتونستم بکنم دوزو. اشکال نداره میریم. لژندری تا 20 ثانیه دیگه میاد. بچه لژندری شامپانزی بنانانیم. بایستا باش میام بچه. برو نمیشم زدشون. میخوای منو بزنی؟ برو گم شو. نمیزنم. نه تو رو خدا نه. برو یس. نه بچه ها دشمنمون رو پیدا کردیم. اون ببین یعنی اون. وای دارم میدوزن. نه برو گم شو داداش. برو خونتون. میخوای مال مردم رو بدوزی؟ آخه بدبختم گیر کرده رو طرفم. بای برو خونتون. میخوان بیان کلکسیون علیرضا رو بدوزن. واقعا که بچه های میتیک برو ماشالله. انگار حالی که لرو بابا گیر میکنه زبانم. فقط برو تو رو خدا برو. سر بعد برم خونه. اسپایدرمن داره میاد. یکم دیگه یس ایول میتیک گرفتیم بچه الان که دیگه جا نداریم یه جا طبقه بالا داریم. فقط یه دونه جاست. پس بریم بفروشیم. تو که کاملی خیلی ضعیفه برو. تو هم برو تو حالشون رنگت خوشگله بمون. دایمنده. اوکی ببندیم. خیلی خوب. حاجی اینا چرا اسکیناشون اینطوری آدم میترسه. بزن برو خونتون. خبر ثانیه 1,000,000 اینو بعد بدوزم ازش. 10 ثانیه دیگه باز میشه. واسه خودم هم آخه داره باز میشه. واسه من زودتر باز میشه. سری میبندمش. میتیک دوباره همون چیز. آره با سرعت برو ببندش. قفلش کرد. اشکال نداره. مهمه که دو تا میتیک داریم. این عالیه. بالرینا کاپوچینو رو بدویم بگیریم. چرا طلاییه؟ نمیدونم شاید بهتره. برو ثانیه 650 خوبه. ثانیه 800 نه بدویم خونمون.
یکی میخواد دزدی کنه. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. برو گم شو. برو خونتون. برو خونتون. دست به کلکسیون من میزنی ها. برو. این بالرینامو دارن میدوزن. Ballerina cappuccina. برو بابا. بالرینا. فکر کردی من تا صبح پول میدم نمیذارم بره. برو دیگه. بای بای. نبینمتون دست به بالرینای من بزنید. Ballerina cappuccina. دم خونم دزدیدنش. بیا برو اونم. نامری میشی میدوزی؟ تا تو باشی دیگه نامری نشی. حالا هر جایی که بود. عالی کلکسیون فضایی. خیلی خوب شده کلکسیونم. 13 میل دارم آجی. نزدیکای 14 میلیون دلار. داداش این دیگه خداست. میتیک این میتیک اینم لژندری. بدوید تو رو خدا بدوید. وای درش باز شد اف کن. ایول بدو. این اومد. اون کو اون رسید. فکر کنم رسید. آره بچه ها یه لحظه این کلکسیون رو فقط شما ببینید. میتیک لژندری اپیک ری لژندری میتیک. این ریگرم دیگه باید بره. تو برو. این یارک پاتامین هم باید بره. خب بزن بریم تو کارش. بچه بیسش بازه. بدو این دوزی کنیم. میتیکش رو بردار. بدو حاجی دارم میدوزم. پشمام. بدو فقط برس اونجا. تو رو خدا برس اونجا. حاجی ببین دارم چیو میدوزم. حاجی برس. نیاد صاحبش نیاد. باورم نمیشه آجی. پشمان ببین چیو دوزیدم. یه میتیک که 15 کی از همه چیزام قوی تره. بدبخت. تو اینجا چیکار کنی؟ برو بیرون. چی نوشته؟ برو گم شو. آها نوشته I'm stealing it back. این صاحبش بوده. صاحب این بوده که دزدیدم. میگه من ازت پسش میگیرم. بیا برو خونتون. میخوای از من چه نوشته؟ I played چی؟ good money. چی میگه؟ I paid good money on day. برو گم شو. پول خوب میدم. من نمیدم اینو بهت. حالا تو فردا صبر کن. برو گم شو. من تو فردا صبر کن داداش همینجا. من نمیدم بهت. زنبور میریزی؟ عجب آدمیه. خیلی خوب بچه‌ها آمادید ریورس کنیم یا نه؟ 3 2 بای کلکسیون. الان همه چیزان باز شد ولی 50 کی و پولمون هم رفت. متاسفم بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا